شرکت ماکاروف سیکیوف و هنرنمای کاپیتان لیسیریانو در حریم کست قسمت دوم. یعنی خاک بر سر تفنگیان و برداریم و بزنم تو جاکشیان و آخه سر یه دختر این کارا رو باید بکنی. بچکیچو ماکاروف سیکیوف لال هستم. من به جاش سخن میگویم. میگه که تو به من گفتی ساعت 5 بیا، ما اومدم تو رفتی با کوثر داری پلی میدی. لال بودی کورم شدی برای چی اونو کشتی؟ آخه تو رو ببرم به اون چی بگی؟ لالی حرف نمیتونی بزنی، یه جک 12 برمیداری با آتیشی. کوفت زهرمار بابا راوی چونگوشت کچی داره گو میخوره. بیا معنی کن. یا خدا میگه که چقدر سختم صحبت میکنم. میگه که من از دستتون ناراحت هستم، تو منم بازی نمیتی، مگه جک 12 چشه؟ برو گم شاور اونو بردی میگی کوثر رو بیار کوثر رو بیار. اول اینکه کوثر خانم، دوم اینکه تا دخترت میزنم تو لابی نگو یعنی چی این حرفا؟ دارم میگه که تو منم فروختی به 250 گرم گوشت. من تو رو با 1000 تا دخترم عوض نمی‌کنم. این سگ داری دروغ میگی، منو بیار پایین. یو خدا سخن گفت. این داستان ادامه داره قسمتی بعد به زودی.